سلام و عرض ادب خدمت تک تک دوستان عزیزم. خوش اومدید به چنل خودتون، چنل اینترستینگ فکتس رفقای گل من. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه، بهترینا براتون اتفاق بیفته و در پناه حق سالم و سلامت باشید. امروز میخوایم درباره بازی جی 6 صحبت کنیم، درباره تأخیر بازی، اینکه تریلر سوم کی میاد و اینکه چه اتفاقاتی قراره بیفته. واقعا از همه قابل پیش بینی بود که خب بازی به هر حال یه بازی بزرگه. من خودم تعجب کردم، ولی ظاهرا درستی که 2 میلیارد دلار بودجهشه و خیلی بودجه بالاییه و راکستار طبیعتا نیاز به تایم پولیش بیشتری داره، مشکلات داخلی احتمالاً داره، بحث اخراج کارمندان جدیدن پیش اومده. امیدوارم که همه چیز به نفع افراد مظلوم پیش بره، به هر حال اونها کارمندن و حقوق بگیر و امیدوارم که اوضاع اگه واقعا کاری نکرده باشن، لیکی انجام نداده باشن و حق باهاشون باشه، به نفعشون پیش بره. جدا از همه موضوعات میخوایم امروز درباره همین صحبت کنیم. بید رفقا قابل پیش بینی بود، این تأخیر قابل پیش بینی بود. اون موقع هم برای ردد، البته فاصله معرفی تا ریلیز ردد ردمشن 2 سال بود، ولی اینجا 3 سال شد. خب ولی اونجا هم تا بهار یه تایم دادن، فکر کنم اپریل بود که یه تایم دادن، بعد از اپریل به ماه اکتبر تغییر تاریخ داد. اینجا هم همینجور بود، می بود، از می رفت تو ماه نوامبر و طبیعتا میخوان خیالشون بیشتر راحت بشه و به نظر من احتمال زیاد همین تایم نهاییش هست و فکر نمی‌کنم دیگه بخوایم تأخیری داشته باشیم. حالا شاید هم باز یا از کجا معلوم، 1-2 ماه چند ماه هم تأخیر دادن، ولی خب چیزی که مشخصه احتمال زیاد همین ماه نوامبر ماه نهاییه که بازی ریلیز میشه و به هر حال انشالله همه رفقای ما و خود ما و هر کی یه بازی رو دوست داره اونو بازی میکنه. جدا از این موضوعات میخوایم درباره تریلر سوم هم صحبت کنیم. تریلر سوم کی میاد؟ آیا اصلا تریلر سوم ما داریم؟ بعد رفقا به نظر من طبق اون چیزی که ما میفهمیم این که به هر حال عصبی شدن سهامدار و طرفداراش، شدیداً واکنش نشون دادن و اینکه چند ماه، فکر کنم حدود 6 ماه، اگه اشتباه نکنم فکر کنم 6 ماه باشه که در واقع بله فکر کنم 6 ماه، 5-6 ماهی که از تریلر دوم میگذره و طبیعیه که احتمالا ما تریلر سوم یا اسکرین شات ها و اطلاعات رسمی تو روزا یا هفته های آینده داشته باشیم و برای چیزی نیست که ما بخوایم بگیم غیر طبیعی اتفاق افتادنش. احتمالا یه سری چیزا به ما نشون میدن و همین دیگه رفقا. اینم نکته بسیار مهمیه، اینو بدونید که تریلر سوم در راهه. به نظر من به زودی منتشرش میکنن، حالا منتشرم نکردن که غلط عیبی نداره، ولی بعیده با این ناراحتی سهامدارا و غیره قطعا اطلاعاتی به ما میدن. من تصورم اینه، حالا ممکنه قطعی هم نباشه ولی احتمالش بالاست که این کار رو انجام بدن رفقای من. بعد درباره خود بازی بیام. خب ببینید، مطمئن باشید بازی داره به بهترین شکل ممکن جلو میره. قطعا یه بازی کامل میدن بیرون، پروسه ساختش به هر حال سخته، بازی بزرگیه، جهان بازه و اینکه بدونید هر چقدر این بازی رو دیرتر بیرون بدن، حالا این بازی رو دیگه نزدیک سال 2027 میخوان بیرون بدن، خب این یه شاهکاره، طبیعتا گرافیک و همه چیزاش بالاتره و کلا این چیز شاهکار میبینید. در مورد این موضوع نگران نباشید. اینکه مثلا وای تأخیر افتاد مثلا باعث بشه که دیرتر بازی کنید، نه نگران نباشید. انشاءالله که همتون به تایم بازی میرسید، همتون بازی رو انجام میدید، نگران سربازی و غیره نباشید رفقا، مواظب خودتون باشید فقط. و همین دیگه. میخوام چند تا نکته مهم دیگه هم درباره خود بازی بهتون بگم. و همون جور که میدونید احتمالاً راکستار برنامه دیگه هم داره واسه بعد از ریلیز. بعد از اینکه بازی ریلیز یا انتشار پیدا کنه احتمالاً ما DLC های مختلفی داریم.
یعنی قرار DLC های آفلاین بده، DLC های آنلاین بده و خلاصه اصلا نگران این موضوعات نباشید. این رو قطعا در دستور کار قرار داده به نظر من. حتی جیسون شرایر ولی کرای معروف هم اینو قبلا گفته و این طبیعیه. برحال ببینید بازی به این ابعاد، با این ابعاد بزرگ رفته تا آخر 2026، یعنی این پروسه ساختش خیلی طول کشیده. بخوان دیگه توی اون ابعادی که مثلا امریکای جنوبی و غیره هم بیارن، خب دیگه خودتون حساب کنید رفقا دیگه. بنابراین طبیعیه میان به مرور زمان بازی رو گسترده تر میکنن، احتمالاً امیدوارم کنسلش نکنن، ولی خب جوری که ما متوجهیم به مرور قرار این اتفاق انجام بده و خلاصه هیچی. انشالله که شما، ما و همه رفقایی که دوست دارن بازی رو انجام بدن سر موقع این بازی رو انجام میدن. نگران نباشید، مواظب خودتون باشید، اصلا نگران هیچی نباشید. قطعا بازیتون پروسه ساخت داره خوبم پیش میره. حالا ایرادات درون شرکتی هست، برام ما باید حقم به کارمندان بدیم. کارمندان نباید ازشون بیگاری کشیده بشه و باید یه محیط امن و با حقوق خوب در اختیارشون باشه و ما نباید خودخواهی کنیم توی این امر. همین رفقا مواظب خودتون باشید. هر هفته ویدیو داریم، ویدیو بعدیمون هم سعی میکنیم زودتر براتون بذاریم. لطفا مواظب خودتون باشید.